سلام، درود بر شما. تعطیلات بهتون خوش بگذره. اومدم کمپانی اعمار. خب در یک ماه گذشته پروژه جدید ویلایی کمپانی اعمار سر صدای زیادی به پا کرده. شهرک دئوسیس پروژه‌ای هستش که کمپانی اعمار برای 4 سال آینده تحویل میده ویلاها رو. ویلای 4 تا 6 خوابه با برند ادرس که تا توی یک ماه بودش و سولد اوت شدش و به زودی با برند پالاس ارائه میدن. ویلای 4 تا 6 خواب با شروع قیمت 13 میلیون درهم با شرط پرداخت 4 سال. خوبی این شهرک ویلایی این هستش نسبت مابقی پروژه‌های کمپانی اعمار که داخل تمام کلاسترها ما کانال آب داریم، داخل تمام کلاسترها ما مرکز خرید داریم. 25% فضای صرف تشکیل شده، ویلاها مستقل هستن. بریم رو ماکت خدمتتون توضیح میدم. خب ماکت پروژه‌ای که مشاهده می‌کنین خدمتتون عرض کردم شهرک دئوسیس اعمار. در این قسمت برند ادرس لانچ شد که سولد اوت شد. ما در حال حاضر برند پالاس داریم که در چند روز آینده لانچ میشه. ویلای 4 تا 6 خوابه با شروع قیمت 13 میلیون درهم. داخل و وسط تمام کلاسترها ما کانال‌های آبو داریم. داخل تمام کلاسترها ما مرکز خرید جداگانه داریم برای هر کلاستر. از طریق اتوبان امارات رود راه داریم، مسیر دسترسی داریم. از همدان رود مسیر دسترسی داریم. نکته حائز اهمیت این هستش که ما کلا 3100 ویلا مستقل داخل این بیشتر نداریم در مقایسه با شهرک دبی هیلز اعمار که هم سایز هستش با همین شهرک. در اونجا ما 28000 واحد داریم، در صورتی که اینجا ما 3100 تا ویلا بیشتر نیست که حائز اهمیت و ارزشمنده. خب بریم ما هم دیگه از لحاظ لوکیشن منطقه رو بررسی کنیم. ببینید این شهرک دئوسیس هستش چسبیده اتوبان امارات رود که ما فرودگاه هم اینجا داریم، فاصله‌اش تا پالم جمیرا و مرکز شهر دبی. شهرک‌های ویلایی بسیار خوبی اطراف این شهرک ویلایی که قرار ساخته بشه داریم، مثل عربیان رنچز، جمهوری گلف استیت، مدون، داماک و کلی شهرک ویلایی دیگه. لحاظ سایز ببینید شهرک دئوسیس و دبی هیلز اعمار هم سایز هستن، ولی نکته حائز اهمیت اینه که ما داخل دئوسیس کلا 3100 تا ویلا داریم. داخل دبی هیلز استیت ما در حال حاضر 28000 واحد ساخته شده که خودش حائز اهمیت هستش. خب خدمتتون عرض کنم این شهرک ویلایی کمپانی اعمار، شهرک دئوسیس، متفاوت‌تر از شهرک‌های دیگه این کمپانی هستش و اینکه لحاظ تراکمی ما کلا 3100 تا ویلا داخلش نداریم. امکانات بهتر و به مراتب متریال فوق‌العاده‌ای داخلش به کار میره، مخصوصا اینکه با برند ادرس و پلاس برای سال 2029 تحویل میدن و اینکه با شرط پرداخت هستش تو طی این 4 سال که شما 20% پیش پرداخت مابقی طی این 4 سال. و لحاظ پر اسکوئر فیتی در نظر بگیریم چون ویلا استندالون هستن، شما برای زمین 1400 درهم پر اسکوئر فیتی هستش و برای بنا تقریبا 1700 هر پر اسکوئر فیت میشه که برای شهرک‌های مثل دبی هیلز و یا اماراتیز ما هر پر اسکوئر فیتی در حال حاضر از 2400 درهم تا 4000 درهم مبلغ هر پر اسکوئر فیت هستش که خودش حائز اهمیت هست، مخصوصا که با برند تحویلتون میدن و با اون امکانات فوق‌العاده‌ای که براش در نظر گرفتم. در خدمتتون هستم. اگر سوالی اطلاعات خاصی میخواین من همین پایین لینک مربوط به واتساپ رو میذارم، ان شاءالله که بهترین اتفاقا براتون بیفته.